توی این ویدیو قراره با هم دیگه 10 تا از ترسناکترین فیلم های دنیا رو بررسی بکنیم. اما یه نکته‌ای داره. نکتهش اینه که تمام این فیلم ها بر اساس واقعیت ساخته شده. شماره 10 The True Story، داستان واقعیت. فیلم داستان واقعی به عنوان یکی از فیلم‌های ترسناکی که بر اساس داستان واقعی ساخته شده به تاثیرگذاری خود در جهان سینما و مخاطبین معروفه. توی این فیلم خانواده لاتس با اتفاقات عجیب و غریب و وحشتناک در خونه‌ای که خریدن مواجه میشن. بازیگران فیلم با نقل و اجرای قوی خود جوانب روانشناختی و ترسناک داستان رو به تصویر میکشن. فضای تاریک و مهیب خونه به همراه جلب احساسات ترس و وحشت از طریق جلسات روانشناختی و حوادث ناگوار این فیلم رو به یک تجربه ترسناک تبدیل کرده. استفاده از موسیقی و صداهای ترسناک، همچنین افکت‌های ویژه، جزئیات زندگی خانواده و توسعه تدریجی وضعیت وحشتناک خونه این فیلم رو برجسته‌تر کرده. اعتماد به واقعیت و اصالت داستان علاقه‌مندان به فیلم‌های ترسناک رو به دنیای مهیب خانه امیتویل میکشونه. داستان واقعی نشان دهنده یک موجودیت ناشناخته و ناپدید شدن روانی از دید خانواده لاتسه. شماره 9 The Exorcism of Emily Rose، جنگیری از امیلی روز. جنگیری امیلی روز یا نور درون یک فیلم درام ترسناک محصول سال 2005. داستان این فیلم بر اساس واقعیت‌های زندگی آنلیس میشل تعیین شده. توی این فیلم دختر جوانی به نام امیلی روز تحت تسخیر شیاطین قرار میگیره و تجربیات ترسناکی رو میپذیره. کشیشی به نام پدر ریچارد مور تصمیم میگیره تا اخراج شیاطین از بدن امیلی رو اجرا بکنه. این وقایع تحت نظر قانونی قرار میگیره و یک وکیل به نام ارین برونر مسئول دفاع از کشیش مور توی دادگاه میشه. داستان به دو شکل روایت میشه، یکی در قالب جلسات اخراج شیاطین توسط کشیش مور و دیگری به صورت دادگاهی که نشون میده پرونده حقوقی کشیش است. طی این جلسات اتفاقات ترسناکی که امیلی روز تجربه میکنه نمایش داده میشه و داستان به تدریج پیچیده تر میشه. در پایان این داستان نه تنها یک فیلم ترسناکه بلکه به بررسی مسائل مذهبی، روانشناسی و قانونی پرداخته و تأثیرات مختلفی رو بر زندگی افراد نشون میده. شماره 8 ورونیکا، مربوط میشه به دختری به اسم ورونیکا. ورونیکا یک فیلم ترسناک اسپانیایی محصول سال 2017 به کارگردانی پاکو پلازا است. این فیلم بر اساس داستان واقعی یک دختر نوجوان اسپانیایی به نام ورونیکا گارسیا ساخته شده. داستان فیلم در دهه 1990 در مادرید رخ میده. ورونیکا دختر 15 ساله‌ای پس از انجام یک جلسه روح‌گرایی با استفاده از یک تخته جادویی در مدرسه درگیر وقایع ترسناکی میشه. اون تلاش میکنه تا از وحشت‌هایی که در طی این جلسه تجربه کرده خلاص بشه. با گذشت زمان ورونیکا با موجودات ماورالطبیعی و عجیب و مرموزی مواجه میشه. اون تحت تاثیر قوانین غیر متعارف ماورالطبیعی قرار گرفته و زندگیش به یک ویرانی تبدیل شده. ورونیکا با جلب تنش و هیجان از طریق ایجاد اتفاقات ترسناک و استفاده از عناصر اسپانیایی یک فیلم ترسناک مؤثر و جذاب به حساب میاد. فیلم هفتم The Entity، موجودیت. یک فیلم ترسناک آمریکاییه که در سال 1982 منتشر شده و بر اساس داستان واقعی زندگی کارلوس سومیرانو ساخته شده. داستان فیلم در مورد کارلوس، یک مادر تنها و متأهله که به شدت تحت تاثیر تجربیات ترسناکی قرار میگیره. اون با تسخیر موجودات ماورالطبیعی یا هیولا مواجه میشه که به طور مدام اون رو مورد تجاوز جنسی قرار میدن. فیلم به طور جدی با مسائل جنسیتی، روانی و ماورالطبیعی برخورد میکنه و جلب توجه به دلیل موضوعات تاریخی اون و به تصویر کشیدن ترسناکی هایی که کارلوس با اون مواجه میشه. این فیلم موجب ایجاد ترس و وحشت در بین تماشاگران میشه و به عنوان یکی از فیلم های ترسناک محبوب دهه 80 شناخته میشده. شماره 6 The Woman in Black، زن سیاه‌پوش.
زن سیاه‌پوش یک فیلم ترسناک بریتانیایی کانادایی محصول سال 2012 است که بر اساس رمانی با همین نام اثر سوزان هیلد استارک ساخته شده. داستان فیلم در دهه 1920 در انگلستان جریان داره. کیپس به عنوان وکیلی که مشکلات مالی داره به روستایی کوچکی فرستاده میشه تا اموال یک فردی که به تازگی درگذشته رو مرتب کنه. اما اون در این روستا با رازها و اسرار تاریک یک خونه قدیمی مواجه میشه. با جلب ترس و نگرانی از طریق جوانب تاریک و مخوف داستان، عناصری از جادوگری و ارواح رو به تصویر میکشه و موفق به ایجاد یک فضای ترسناک و مهیب میشه که تماشاگران رو در دنیایی از اسرار و ترس میکشونه. فیلم شماره 5 آنابل کرییشن، قسمت آفرینش. آنابل یک فیلم ترسناک آمریکایی محصول سال 2017 هست که جزء دنیای سینمایی کانون وارن محسوب میشه. داستان آنابل در دهه 1950 در یک خونه بزرگ و دورافتاده در ایالت کالیفرنیا جریان داره. یک مرد به نام ساموئل مولین یک عروسک چوبی به نام آنابل رو برای دخترانش آنابل و ایزابل میسازه، اما زندگی آروم اونها تبدیل به کابوس میشه زمانی که یکی از دختران به حادثه خشونت‌آمیز میفته. بعد از سالها مولین و همسرش یتیمخونه‌ای از دختران بی‌تالی رو قبول میکنند، اما عروسک آنابل که به نظر میرسه بیروح نیست اتفاقات ترسناکی رو توی خونه آغاز میکنه و ارواح شیطانی رو به حرکت در میاره. آنابل به عنوان یک فیلم ترسناک تجربیات ترسناک، اثرات ویژه خوبی داره و از تنش‌ها و لحظات ترسناک برخورداره. آنابل به عنوان یک اثر ترسناک موفق شناخته میشه و تونسته از ترکیب تاریخچه، جلب تنش و تأثیرات ویژه برای مخاطبان جذاب باشه. فیلم شماره 4 دنان، راهبه. راهبه یک فیلم ترسناک آمریکایی محصول سال 2018 است که به عنوان یکی از فیلم‌های دنیای ترسناک وارن منتشر شده. داستان فیلم در دهه 1950 جریان داره و با وقایعی مرتبطه که به ترتیب زمانی مربوط به کانجورینگ 2 میشه. یک کشیش جوان به نام پدربورد و یک راهبه جوان به نام خواهر آیلونا به کلیسایی در رومانی فرستاده میشن تا علت مرگ یک راهبه رو بررسی کنن. در کلیسا اونها با یک معمای تاریک و ناشناخته مواجه میشن، هنگامی که حقیقت درباره نیروهای شیطانی که در کلیسا حضور دارن آشکار میشه. اونها باید با نیروهای تاریک و ارواح شیطانی مبارزه کنند تا از تهدیدی مهلک جلوگیری کنند. راهبه به عنوان یکی از فیلم‌های مهم و جذاب دنیای ترسناک کانون وارن شناخته میشه و تونسته جزو تاپ 10 فیلم‌های ترسناک قرار بگیره. شماره 2 د کانجورینگ، احضار. احضار محصول سال 2013 از کشور آمریکا به کارگردانی جیمز وان ساخته شده. این فیلم در دنیای ترسناک واقعی زندگی اد و لورن، کاوشگران ماورالطبیعی ساخته شده. داستان فیلم در دهه 1970 جریان داره و به خانواده‌ای میپردازه که به تازگی به یک خونه قدیمی و دورافتاده نقل مکان کردند. با انتقال به خونه جدید، وقایع ترسناک شروع میشه و خانواده با تجربیات ارواحی و ماورالطبیعی مواجه میشن. با فراخوانی کاوشگران ماورالطبیعی اد و لورن، رازهای تاریک خانه آشکار میشه. کانجورینگ به عنوان یکی از محبوبترین فیلم‌های ترسناک دهه 2010 شناخته شده و اثراتش در دنیای ترسناک کانون وارن ادامه یافته. و در آخر سرآمد تمام فیلم‌های ترسناک که بر اساس داستان‌های واقعیت ساخته شده به نام د اکسورسیسم، جنگیر. یک فیلم ترسناک آمریکایی محصول سال 1973 به کارگردانی و نویسندگی ویلیام پیتر بلاتی بر اساس رمانی با همین نام اثر ویلیام بلاتی ساخته شده. این فیلم به عنوان یکی از شاهکارهای سینمای ترسناک شناخته میشه و جزو بهترین فیلم‌های تاریخ سینما محسوب میشه. داستان جنگیر در واشنگتن دی سی جریان داره و به تعقیب یک راهبه به دردمین کاراس میپردازه که با یک مورد جنگیری شیطانی مواجه میشه. یک دختر نوجوان به نام ریگان مکنیل تحت تاثیر یک نیروی ماورالطبیعی و شیطانی قرار گرفته و با رفتارهای غیر عادی و ترسناکی روبرو میشه. پدر کاراس و یک راهبه جوان به نام پدر مرین تصمیم به انجام اخراج جن
از روح ریگان میگیرند. جنگیر به عنوان یک شاهکار در زمینه ترسناک شناخته میشه و به عنوان یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین فیلم‌های تاریخ سینما در ژانر ترسناک شناخته میشه.